دبیرکل انصارالله یمن از تلاش آمریکا برای استتار کشتی‌هاش در دریای سرخ با پرچم جزایر مارشال پرده برداشت. سید عبدالملک بدرالدین با تاکید بر ادامه هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی به حامیان رژیم صهیونیستی هشدار داد. چنانچه تجاوز به مردم غزه متوقف نشه، اقدامات صنعا در مورد رژیم صهیونیستی و متحدانش گسترده تر خواهد شد. دبیرکل انصارالله یمن آمریکا و انگلیس رو بازوهای اختاپوس شرارت، ظلم و طغیانگری لابی یهود توصیف کرد و گفت مردم یمن بعد از تحمل 9 سال جنگ و تجاوز هیچ ترس و هراسی از آمریکا نداره و با نگاه برخاسته از قرآن مقابل متجاوزان ایستادگی میکنه. و حملات آمریکا و انگلیس به یمن در واکنش به هدف قرار دادن کشتی‌های صهیونیستی توسط یمنی‌ها ادامه داره. آمریکایی‌ها برای توجیه حملاتشون به یمن اما روایت دیگه‌ای از اقدام یمنی‌ها دارن. 29 آبان ماه بود که یمنی‌ها وقتی دیدن صهیونیست‌ها از کشتار فلسطینی‌ها دست نمی‌کشند و جامعه بین‌المللی هم در مقابل نسل‌کشی مردم غزه ساکت است، برای حمایت از فلسطین دست به کار جدیدی زدند و کشتی‌های صهیونیستی را هدف قرار دادند. آنها متعهد شدند تا زمانی که صهیونیست‌ها حملات خود به غزه را متوقف نکنند، حملات به کشتی‌های این رژیم را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوز و رفع محاصره نوار غزه به جلوگیری از تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که عازم بنادر فلسطین اشغالی هستند در دریای سرخ و عرب ادامه می‌دهند. یمنی‌ها بارها تاکید کردند که این حملات فقط به کشتی‌های راهی سرزمین‌های اشغالی صورت می‌گیرد، نه همه کشتی‌ها در دریای سرخ. نیروهای مسلح یمن بار دیگر بر تداوم حرکت کشتیرانی بین‌المللی در 2 دریای عرب و سرخ به سوی تمامی مقصدها غیر از بنادر فلسطین اشغالی تاکید می‌کنند. اما آمریکایی‌ها در واکنش به این حملات به یمن حمله کردند و در توجیه این حمله میگویند یمنی‌ها کل کشتیرانی جهانی را هدف قرار دادند و موضوع فقط مربوط به حمایت از فلسطین نیست. اتفاقی که در دریای سرخ رخ می‌دهد تا حدودی ناشی از اتفاقات جاری در غزه است، اما باید توجه داشت که حوثی‌ها فقط شناورهای مرتبط با اسرائیل را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه شمار زیادی از شناورهای مختلف را از کشورهای مختلف هدف قرار می‌دهند. کارشناسان بین‌المللی اما هدف یمنی‌ها را تایید می‌کنند و میگویند هدف فقط کشتی‌های صهیونیستی است. حوثی‌ها به شدت صراحت داشتند و تقریباً هر روز تکرار می‌کنند که حملات آنها به کشتی‌ها در دریای سرخ به محض پایان جنگ غزه و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه متوقف خواهد شد. حوثی‌ها بسیار صریح هستند که فقط کشتی‌هایی را که هر گونه ارتباطی با اسرائیل داشته باشند را هدف قرار می‌دهند. آنها می‌گویند کشتی‌های دیگر را هدف قرار نمی‌دهند. همه کشتی‌های دیگر برای سفر از طریق دریای سرخ آزاد هستند. این اقدام هم به حمایت آنها از فلسطینی‌ها برمیگردد. فرید زکریا تحلیلگر و نویسنده آمریکایی هم در اثبات اینکه انگیزه یمنی‌ها فقط حمایت از فلسطین است، گفت که یمنی‌ها در زمان آتش‌بس حملاتشان را متوقف کرده بودند. تنها زمانی که این شبه نظامیان از حملات خود دست کشیدند، زمانی بود که آتش‌بس 8 روزه بین اسرائیل و حماس برقرار شد. و حالا چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده در گاف جدیدش مدعی شد 3 سال پیش با رئیس جمهور اسبق فرانسه که حدود 30 سال قبل فوت کرده گفتگو کرده. بایدن در سخنرانیش در لاس وگاس به نشست گروه 7 در 3 سال پیش زمانی که او به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود اشاره کرد. او همچنین فرانسوا میتران رو به جای فرانسه رئیس جمهور آلمان معرفی کرد، اما دوباره صحبتش رو اصلاح کرد ولی متوجه نشد که میتران سال 1996 فوت کرده و همکنون رئیس جمهور فرانسه نیست. کاخ سفید بعد از سخنرانی در متن مکتوب این گاف بایدن رو اصلاح کرد. Mitterrand from France looked at me and said, you know, why, how long are you back for? And I looked at him.
بایدن همچنین در سخنرانی خودش در لاس وگاس سومین گاف رو هم مرتکب شد و گفت در نشست سران گروه 7 همه سران ناتو حضور داشتند. گاف‌های بایدن که از نظر برخی کارشناسان نشانه مشکلات ذهنی اونه، در کنار حمایت از رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه باعث شده محبوبیت بایدن در بین 3 رئیس جمهور قبلی آمریکا به کمترین میزان برسه. و نیکی هلی، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برای حفظ جانش درخواست تیم حفاظتی کرده. ستاد انتخابات نیکی هلی با اشاره به افزایش تهدیدات طرفداران ترامپ علیه این نامزد انتخابات از سرویس مخفی آمریکا خواسته تا تیم حفاظتی برای او در نظر بگیره. نیکی هلی تنها رقیب دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواهه. در روزهای اخیر هواداران ترامپ گرد همایی‌های انتخاباتی نیکی هلی رو مختل یا در نزدیکی اونها تظاهرات برگزار کردند. امسال همزمان با سالگرد حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره، 5 کنگره ایالتی تهدید به بمبگذاری شد. 200 مدرسه هم در پی تهدید به بمبگذاری به طور موقت تعطیل شد. و دولت آمریکا مانع از مصاحبه یک خبرنگار آمریکایی با پوتین، رئیس جمهور روسیه شد. تاکر کارلسون، مجری سابق اخبار فاکس نیوز، چند روزیه برای مصاحبه با پوتین به مسکو سفر کرده. حالا شبکه تلویزیونی آرتی گزارش داده دولت آمریکا از ترس برملا شدن دروغ‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی درباره پوتین به کارلسون اجازه نداده با رئیس جمهور روسیه مصاحبه کنه. واقعا شما را متعجب میکنه که چرا فقط یک مصاحبه ساده با ولادیمیر پوتین این همه حساسیت در رسانه‌های جریان اصلی ایجاد میکنه. به نظر میرسه که پس از سالها نشان دادن تصویری بد از ولادیمیر پوتین به مردم آمریکا و شنیدن سخنان وی برای دولت آمریکا خطرناک باشه. کارلسون 1 ماه پیش هم در گزارشی به افشاگری درباره مرگ یک خبرنگار آمریکایی مخالف سیاست‌های دولت بایدن و زلنسکی در زندان اوکراین پرداخته بود. و حالا به پایان جهان امروز میرسیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.